و مبهم ما فیه راو لم یسمى. مبهم در اصطلاح محدثین شخصی هست که در سند حدیث یا در متن حدیث نامش ذکر نشده است. اگر این شخص صحابی باشد هیچ باکی ندارد، برای آنکه صحابه ها همشان عدول هستند. عدول یعنی عادل. الله تعالی از بالای 7 قبض آسمان برای آنها ثنا و ستایش فرستانیده است. حکمی به عدل داده است که آنها پرهیزگار هستند و آنها تقوادار هستند، شخصیت های از حرام دورترین و در فعل واجبات نزدیکترین شخصیت ها. بنابراین ندانستن شخصیت یعنی همین رجل یعنی مرد ضرر نمی کند. لیکن اگر در اسناد حدیث باشد و حدثنی رجل، یه مردی به من گفت گوید و آن مرد کی بودنش نامعلوم باشد، واقعا این به سند حدیث خلل وارد می کند. برای آنکه ما نمیدونیم که این مرد کی است، شخصی مقبول است یا مردود است، شخصی که امانت نگهدار است یا نه، شخصی پرهیزگار است یا نه. چون یکی از شرط های حدیث صحیح این است که راوی باید عادل باشد. عادل آن شخصی که در گناه های کبیره از گناه های کبیره پرهیز میکند و در گناه های صغیره بردوام نیست و همیشه در فعل واجبات و فرضها را اجرا میکند، یعنی در واجبها تنبلی نمیکند و این آداب و اخلاقش هم به عرف و عادت همان قوم مناسب است، به آداب نیست. انا همین شخص عادل است. این صفت اولینی راوی هست. دومی صفتش باید حفظ درجه عالی باشد. اگر این صفت ها در او دیده نشود، حدیث یعنی شرط صحت خود را گم میکند. بنابراین ما باید مرد را شناسیم. در کتاب های جرح و تعدیل نام مردها را از روز تولدش شروع تا روز وفاتش چه دینی داشت، چه خصلتی داشت، چه آدابی داشت درباره او می آموزند و عالمان علم حدیث به او حکم میکنند ثقة ثبت یا ثقة ثقه. یعنی این اصطلاح های علم حدیث است که این کلمه ها دلالت به تعدیل میکنند، یعنی تعریف کردن راوی. و اگر در او ضعف باشد، فیه ضعف، در او ضعیفی هست یا سیء الحفظ، ذهنش بد است، در این حالت حدیثش ضعیف میشد.